درود دوستان، خوش اومدیم به کانال فکت مووی. جنگل‌های آمازون یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی جهان تو قلب آمریکای جنوبیه. این جنگل با وسعتی بیش از 5.5 میلیون کیلومتر مربع محل زندگی میلیون‌ها گونه گیاهی، جانوری و بیمهرگانه که خیلی‌هاشون هنوز کشف نشدن. این جنگل فقط به عنوان یه ذخیره‌گاه زیستی با ارزش شناخته نمیشه، بلکه نقش حیاتی تو حفظ تعادل زیست محیطی کره زمین داره. جنگل‌های آمازون به عنوان ریه‌های زمین شناخته میشن چون این جنگل‌ها بیش از 20% از اکسیژن جهان رو تولید و به تنظیم دمای زمین کمک میکنن. یکی از شگفتی‌های اصلی آمازون تنوع زیستی بی‌نظیرشه. این جنگل‌ها خونه بیش از 40,000 گونه گیاهی، 1300 گونه پرنده، 400 گونه پستاندار و بیش از 2500 گونه ماهیه. علاوه بر این بیش از 400 میلیارد درخت تو این جنگل‌ها وجود داره که خیلی متنوعن. این جنگل به عنوان یک گنجینه طبیعی عمل میکنه که هنوزم توش در حال کشف گونه‌های جدیدی. خیلی از گونه‌هایی که هنوز کشف نشدن هم میتونن تو آینده دارویی برای درمان انواع بیماری‌ها باشن. درخت‌های آمازون از بزرگترین و قدیمی‌ترین درخت‌های دنیان که بین انبوهی از گیاه‌های دیگه به چشم می‌خورن. بعضی از درخت‌های آمازون مثل درخت‌های خانوادگی سایوبا و کایاپا میتونن به ارتفاع بیش از 60 متر برسن و تنه‌هاشون به ضخامت‌های عجیبی میرسه. این درخت‌ها مثل ستون فقرات جنگل‌های آمازون عمل می‌کنن و میتونن هزاران سال عمر داشته باشن. این درخت‌ها محل زندگی خیلی از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های متنوع گیاهی شناخته میشن. بیشتر درخت‌های آمازون تو لایه‌های مختلف جنگل قرار دارن. لایه‌های بالایی شامل درخت‌های بلند و سایه‌سازه که از تابش نور خورشید محافظت میکنن و اکسیژن تولید میکنن. لایه‌های میانه و زیرین شامل درخت‌های کوچیک‌تر، درختچه‌ها و گیاه‌های هوایی هستند که به حفظ رطوبت و تغذیه سایر موجودات کمک می‌کنند. این لایه بندی باعث میشه که جنگل‌های آمازون یک اکوسیستم پیچیده و خودکفا داشته باشه که تو اون همه موجودات زنده به صورت غیر مستقیم به همدیگه وابسته هستن. وقتی انسان به دل جنگل‌های آمازون وارد میشه احساس میکنه توی دنیای دیگه است. هوای گرم و مرطوب جنگل، صدای قطره‌های باران که به برگ‌های درخت‌ها برخورد میکنن و صدای حیوانات وحشی که از دور میاد انسانو به یه تجربه عمیق و روحانی وارد میکنه. اینجا آدما از خودشون میپرسن که آیا واقعا تو دنیای مدرن زندگی میکنن یا به نوعی وارد یک دوره ماقبل تاریخ شدن.
این جنگل ها از لحاظ ساختاری متنوع و هر قسمتش ویژگی‌های خاص خودشو داره. یکی از معروف‌ترین بخشاش رودخونه آمازونه که بیش از 4000 کیلومتر طول داره و بزرگترین رودخانه جهان از نظر میزان حجم آبه. این رودخونه به تنهایی تقریباً 1/5 آب‌های شیرین سطح زمین رو تو خودش جا داده و رودخونه‌های فرعیش به ایجاد تالاب‌ها و زیستگاه‌های مختلف برای حیوانات کمک می‌کنن. این رودخونه نه فقط به عنوان یه منبع آب برای میلیون‌ها نفر از انسان‌های بومی و غیر بومی تو این منطقه عمل می‌کنه، بلکه محل زندگی موجودات دریایی و ماهیای منحصر به فردیه که هیچ جای دیگه دنیا پیدا نمیشن. رودخونه آمازون و شاخه‌هاش یکی از پیچیده‌ترین و غنی‌ترین اکوسیستم‌های این جهان رو تشکیل میده که خونه هزاران گونه از جانورا و گیاه‌هاست. متاسفانه جنگل‌های آمازون در معرض تهدیدهای زیادی هستند. بزرگترینش جنگل زداییه که به ویژه از سمت صنایع کشاورزی، جنگلداری غیر مجاز و استخراج معادن انجام میشه. قطع درخت‌های آمازون برای ساخت جاده‌ها، مناطق کشاورزی و استخراج منابع طبیعی باعث کوچیک شدن جنگل‌ها و تهدیدی برای از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری بومی. فعالیت‌های انسانی به ویژه تو مناطق شمالی و غربی آمازون به طور فزاینده‌ای باعث تخریب زیستگاه‌های طبیعی و از بین رفتن تنوع زیستی جنگل میشه. علاوه بر این تغییرات اقلیمی به خاطر افزایش گازهای گلخانه‌ای هم روی این جنگل‌ها تاثیر میذاره و باعث خشکسالی‌های بیشتر، سیلاب‌ها و تغییرات الگوی بارش میشه. جنگل‌های آمازون به عنوان یکی از مهمترین ذخیره‌گاه‌های زیستی کره زمین برای بقای انسان و سایر موجودات زنده از اهمیت زیادی برخوردار. این جنگل‌ها فقط منبع عظیمی از اکسیژن و مواد غذایی نیستن. حفظ این جنگل‌ها برای آینده بشریت ضروریه، چون هر اندازه تخریب بیشتر آمازون میتونه عواقب جبران ناپذیری برای کره زمین داشته باشه. نهایتاً آمازون فقط یه میراث طبیعی نیست، اون یه مسئولیت بزرگ برای همه آدماست. برای محافظت از این گنجینه طبیعی به همکاری جهانی و آگاهی عمومی نیاز داریم. با حفظ این جنگل میتونیم امید داشته باشیم که جنگل‌های آمازون همچنان قلب سبز زمین باقی بمونن و نسل‌های آینده هم از زیبایی و تنوع این اکوسیستم بهره مند بشن. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و شما هم از طبیعت منطقه خودتون بگین و اگه دوست دارین از این سبک ویدیوها بیشتر ببینین فکت مووی رو سابسکرایب کنین.